سلام بشم سلامت شما تشکر کرامت الله جان احسن با نام خداوندی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید سری نامه به نام آن خداوند که دلها را به دلها داد پیوند سلام به هر بنده خدا سلام به نام گوینده بسم الله سلام به نام عشق پاک و لیلی و مجنون به نام عشق با بسم الله سلام سلامی سرشار پر از مهر محبت به شمایان پدران مادران مشفق برادر و خواهران دلاور یکایک هر یک شمایان عزیز را به این کاشانه بخت امید خوش آمدید قدم ها نور دیده تاج بر سر گویم امروز چهره که شاهد هستید در رو بروی ما به شما جفتانی به همدیگر مناسب توی عروسی دامادی دارند امروز شهبچه های طالب ما یکی آزاد جان دیگر بهروز جان دادرای شیرین ما گلک عروس های نازنین ملیکی خوبان نیلوفر و دلناز بانو در بر لباس عروسی دامادی دارند توی امروز با اجازت هر یک شمایان عزیز این جفتانی مناسب را صدقاً شادباشی ها گویم عروس دامادای نازنین گلدسته های روی زمین قسمت بود با امر خداوند قسمت ستاره های عشق شمایان عزیز را در برج عشق به هم برسانید این اقبال نکو را برایتان صدقاً شادباش گفته آسمان عمرتان را بی‌غبار و باغ دلتان را خوشرنگ بودیدن می‌خواهیم به این جفتان مناسب بخت می‌خواهم بخت را با تختش می‌خواهم عروس و داماد جان به جانم امشب در ده فقط دو کس جوانم امشب گر زندگی قصد دوری اینها داشت از زندگی قصد خود بستانند امشب دامادای طالبان گلرسکان نازنین توی عروسی دامادیتان بار دیگر مبارکباد باشد گفته زیر کفتوگاه شمایان عزیز مردمی مهنت دوست شرفمندی طرفشنی باستان با یک کفی بلند توی عروس دامادی این دنیا جان را کشاده گویم کفی بلند بهر عروس و داماد سلامت باشه عروسان دامادی نازنین توی مبارک شود باز مبارک شود گشته و برگشته باز مبارک شود گویان به جای مقدسی خود به کرسی بخت تویانه خود نشستن اجازت مرحمت به جای خود نشینید عروس و دامادای نازنین اجازت مرحمت جای خود را انتخاب کنید و نگفته نمانم که امروز این جفتانی مناسب که در رو بروی ما هستند اینها بزرگان دارند پدر و مادر دارند بابای و ماماها دارند امروز پدران بزرگوار ما برادری عزیز ما کریم جان عظیم جان عبدالوهاب جان توی عروسی دامادی دارند مادرهای مشفق باشند اپاهای عزیز ما زمیره خان زلفیه خان زرنگز خان توی عروسی دامادی فرزندانتان مادران مشفق پدران شاستون خاندان مبارکباد باشد دوستان عزیز امروز یک لحظه زیبا خداوند نصیب این جوانا گردانید در خدمت ما و شما باشد
یکی از گروه های بهترین گروهی که احترامش میکنید، دوستش میدارید، مخلصش هستید. کرامت الله منصور حضور دارند. یک کفی بلند. بنوار گرانده مشهور که سبک‌های زیبا دارند، اختیار جان بختیار جانov در اسباب ضربی باشد، جوانی با استعداد، جوانی که با هنر خود تمام ما به شما را مفتون میگرداند. محسن جان یولداشov با شما هستم. راوی این شب شما قربان محمد بحردین. سلامت باشید. به هر یک شمایان عزیز استراحت خوش تمنا داده نوبت را برای زیبا گذاشتن توی ما به گروه آوازداری کرامت الله منصور داده از زبان شاعر بهری حافظ گفتنیم. به صحنه تا به چنده راز تاجی بیا بشنو آواز تاجی. چو بلبل می سراید نغمه چاک گرفتار است به سروی ناز تاجی. کرامت الله می سراید. همه استراحت میکنیم. مرحمت کرامت الله جانی عزیز. تشکر زیاد. سلام و درود میگم به همه شما پدران مدران عزیز، خواهر و برادران گرامی. قدر لطفاً اجازه دید من شخصا از نام خودم، از نام اهل هنر، نوجوانان رو به این روزی سعیدشون، به این روزی خوشبختیشون، به این روزی تویشون مبارکباد گفته با آنها تمام خوشی‌های دنیا رو تمنا دارم. خوش و پیر شوید. مهمانا همه کسا خوش آمدید. ما در خدمت شما هستیم. مرحمت یکچند سرود میخونیم برای پدر و مادر، برای عروس و داماد این شب امام. بعد از آن سرود رقصی میشود. سلامت باشید. خوش آمدید. Ama
خانه‌های مادرم را یاد کردم، کوچه های دیرم را یاد کردم، کرد دلگیرم غریبی دوستان، کوههای کشورم را یاد کردم، کرد دلگیرم غریبی دوستان، کوههای کشورم را یاد کردم. کوچه‌های خردم را یاد کردم، خانه‌های مادرم را یاد کردم، کوچه‌های خردم را یاد کردم، سنگ و خاک و هر درخت و میوه‌ها، مادرم را یاد کردم، سنگ و خاک و هر درخت و میوه‌ها، حوالی ها مادرم